ظفر صوفی روزنامه‌نگار تاجیک از فرانسه در واکنش به بازداشت شاکرجان حکیموف گفت در کشور جای برای روشنفکران تنگ شده است. ظفر صوفی باور دارد که بازداشت او ادامه شکار روشنفکران در کشور است. پیش از برنامه از ظفر صوفی پرسیدم که چرا چنین فکر دارد. هر پدیده که در راستای حکومت مطلقه امام علی رحمان ذره براش دردسر ایجاد کرده باشد، حتما اونا به هر طریق مجازات میکند. خب حزب سوسیال دموکرات و شخصی شاکرجان حکیموف در هر صورت برای امام علی رحمان تا جای دردسرهای ایجاد کرده. یعنی دردسر چطوری؟ امام علی رحمان تلاشش همیشه بر این بوده که در تمام انتخابات ها حتی فقط نفرای اشتراک کنند که او خودش با قول معروف اوکی داشته باشد، یعنی که رضایت داده باشد. اگر هر کسی بدون رضایت او تلاش کرده باشد حتما مجازات شده و شاکرجان حکیموف شاید از آخرین نفرای بود که همیشه بر ضد فسادکاری، عملهای غیرقانونی که در حکومتدارا در مجموع انجام میتیند و دارن انجام میتیند در برابر اون واکنش میکرد و از دیدگاه قانون آشکارا انتقاد میکرد. از ظفر صوفی پرسیدم که چرا هر اتهامی که مقامات به افراد چون شاکرجان حکیموف اعلان میکنند اکثرا باور نمیکنند. هیچ کدام از اینایی که بازداشت شدن گناهاشون ثابت نشد. اگر واقعا ثابت شد خب اشکال ندارد. میشد اگر واقعا گناهشون ثابت شد بازداشتشون هیچ اشکالی ندارد. یعنی هر کسی جنایتکار است در نزد قانون باید جواب بده. اگر هر کسی خطا کرد باید جزا بگیرد. این که دیگه جای بحث نیست. مثلا برای شخصی من هیچ مشکلی نمیبینم در اینجا، اما متاسفانه قریب که 91% اینایی که روشنفکر بودن یا مثلا اندیشه آزاد داشتن از حکومت انتقاد میکردن، انتقاد درست هم میکردن، متاسفانه اینا بازداشت میشن با اتهامایی که خنده‌دار است. یعنی واقعا نمیتونن ثابت بکنن و معمولا هم ببینید هر کسی از اینایی که یک کمی پرونده‌هاشون بزنه مهر مخفی میزنن. تمام هیچ کس هم نمیدونه که در داخل چی گذشت، چی میشود و چطور میشد باور کرد وقتی اینطور است. همکاران ما موضوع را پیگیری دارند و هر خبری نوی در این باره به دست ما رسید حتما شما را در جریان میگذاریم. ادامه برنامه. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رئیس دادگاه ناحیه شمس الدین شاهین را از مقامش برکنار کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 18 ایول خبر داد که امام علی رحمان در جلسه از رفتار ناشایسته و غیر آیین‌ناموی ظاهر مومنزاده یاد کرده فرمان داده است که او نه تنها از وظیفه آزاد گردد بلکه از مقامات سودی کاملا رانده شود. از این پیش منابع رادیو آزادی خبر داده بودند که ظاهر مومنزاده در گذرگاه نظارتی دره آب در مرز تاجیکستان با افغانستان یک مرزبان را لط و کوب کرده است. نظر دادرس سابق دسترس نیست. با گفته همصحبتان رادیو آزادی او روز 8 ایول سرباز پاسگاه را برای اجرای وظیفه‌هایش یعنی تفتیش سند چند مشت میزند. در فرمان رئیس جمهور درباره برکناری آمده است ظاهر مومنزاده به سبب صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از مقامش برکنار کرده شود.